هلو گایز، به یوتیوب چنل من خوش اومدی. خب ولاگ یه سفر دخترونه رو داریم. میخوایم توی فرست تایم، یعنی هممون فکر کنم دخترونه بریم با هم دیگه. شما اینجوری که با ماشین خودمون بریم و اینا، فکر کنم تو همچین تجربه داشتی؟ آره، بچه هم نداشتن، هممون اینطوری بریم ببینیم چی میشه. واقعا هیجان انگیزه و استرس هم یکم داریم، ولی اونجایی که میخوایم بریم سارا قبلا رفته، واسه همین اوکیه، میدونیم دیگه چجوریه. ولی حالا نمیدونم، قطعا خوش میگذره و تجربه جالبی خواهد بود. زهرا اومده اونجا. الان من دوش گرفتم، منتظریم بچه ها بیان. نمیدونم باید بخوابم یا نه یکم، که اونجا تو راه خسته نشم، چون من قرار رانندگی کنم. بای. سیلامو دارم جمع میکنم، اینا رو برداشتم باید عکاسی کنم احتمال. خب گایز، ستایش رو داریم. سلام بچه. سلام بچه ها. بیدار شدیم، یه ساعت خوابیدیم که یه ساعت هم خیلی کمتر از یک ساعت. خوابمون یه ساعت زمان گذاشتیم، ولی فکرم یه رو با آخر من خوابیدم. ولی زهرا قشنگ از اول تا آخر خور و پوفه، چشم قرمزه، خور و پوفش برا. اگه خوابت اومد تهش یه جا وای میستیم، میریم دنبال سارا اگه بیدار شه. البته آره، الان میریم دنبال سارا، بپوشیم بریم. ساعت 3:40 است. اومدیم زهرا واسم گرفته که بریم، ولی ماشین جلو در. بودو بابا بودو. منتظر زهرا، منتظر سارایی. را میتونن خیلی یهویی تصمیم بگیرن برن شما، مگه نه؟ چرا یهویی نگو؟ چون مثلا اینجوری میگن که انگاری مثلا پسرها مثلا بیرونم باشن، فکر کن رفتن کافه، بعد حرف شما میشه میگن بریم، همون لحظه میرن. خب دخترها ولی 3 ماه طول میکشه تصمیم. با کی بریم، کجا بریم، با ماشین کی بریم، چند روز بمونیم، چند روز نمونیم، چقدر پولی بده، چی ببریم، چی نبریم، چی بپوشیم فلان. فکر کنم سارا گرفته خوابیده. آره منم همین حسی بود. چی میگم، پیپی خانومیم ما. وقت ندیدم حاجی استایلم. عباس هم میشه همه چی نه. سارا فکر کنم خوابیده، ما رو منتظر باش. هرچی زنگ میزنیم جواب نمیده. رد میده. انقدر سارا دیر اومد گفتم اینو بخوریم، گرفتم امتحان کنیم. اوه چقدر خوشگله، بذاری نزدیم ببینیم چقدر خوبه. مثل بستنی خشکه. آتش این سفت‌تر یکم، ولی انگار بستنی خشکه. عجب چیزیه. چی هست؟ باورم نمیشه. امتحان کن ازش فیلم بگیم. چیز فرنگی بود. چه طرف. آره خیلی خوبه. ایناش هم شاید بیسکویته. بچه این بهترین خوراکی بود که این اخیرا خوردم. بهترین خوراکی ایرانی. خیلی خوب بود. بدم. اومدیم خرید کنیم. کم هستیم چی باید.
استایلش کوفولو سارا این زده اسانسدار. بچه اسانسدار میخورید یا برای تمام ضربه؟ بچه ها داشتیم با ستایش میگفتیم که این دوتا گوگولی هن رنگ ما دو سلفی میگیری؟ مهرم خب میدونیم نگم رژیم کنم با پنیر خامه میخوایم بگیم. بچه ها اینجا سیدی هم میفروشن. 25 سال بود سیدی نایده بودم. بچه ها دارم تخم امتحان میکنن. شغل جدید چقدر هم تخمه داره؟ 6 مدل تخمه داره. فکر کنم همش یه جور باشه. شبیه همه. همش شبیه همه واقعا. گایز من عاشق اینا. حتما امتحان کنم. برم ببینیم. چقدر بامزه است. برم؟ بگو بچه حس میکنم که خیلی گرون بهمون داره. آره خیلی رو هوا شمردن هر چیز. روز اینجوری حساب میکرد. تو نظری نداری؟ خوابم میاد. اینطوری که یک کارت باز کنم. ناموس. آره واقعا. ما بریم کارهای اداری اینا رو بکنیم. بچه ها هم گفتم داریم. میتونیم بریم غذا بخوریم. گایز ما زود اومدیم که طلوع از دست ندیم. ساعت 6:30 صبح ما هنوز اونجاست. استایل من و سارا رو ببینیم. حالا اوبر رو ببینیم. خیلی سرده هوا داره یکم روشن. پاییز دوست دارم. چی نیست نهایتا یا خواهده بچه نوشته بود اگه اتفاقی میفته این رو به عهده خودمونه چون هنوز پول کامل درست نشده. ناموس ما نزدیک شدی. قهوه‌ایت همشون خوشگل‌تره. موسیقی خاص‌تره. بلوه. اون یکی طلاییه. ببین اون یکی در آور بیاد. فکر کنم خواهر لبرایی است. خوبه اون خوشگله. سفید قوی شده تمیزه. خواهده. طوله است. بریم دنبالشون کنیم. دنبالشون کنیم. بچه این منم اگه من گاو بودم. واقعا تمیزه بچه. یه برش این باشه. گاو؟ گاو؟ اونو چیزی در نگم. اون یکی بگیم. بازی انسان ها اومدن. انسان زاد. الان اینجوری که با تو خواه. سلام خوشگل.
چقدر لونده دقیقا اون چقدر پره وضعیت پولا غذا زهران صدایش خوابه بچه از ماتریکس خارج شد من فسنجون سفارش آمد پر شد رسیدیم اینجا خب گایز ما رسیدیم نکن کلباش این شکلی رو شیشه خیلی بامزه سارا و ستایش رفتن اونور ما رو برو هلو روبروی هم قرار گرفت خب اینجا هم کلبه ما اینجا شیشه‌ایه و کنم خیلی خوبه اگه اینجا از خواب باشیم یه یخچال کوچولو داریم اینم خوبه این خوراک خودم واید بگیرم قشنگ ببینین گایز این کلی سگ داره اومدیم پیاده روی همشون با همون اومدن خیلی کیوتن یه گله سگ ولی اون غریبه است یه کم درست خدا چرا؟ آخی چیه؟ ندیم بابا تو دیگه همه لباسای من برم شلوارامون هممون از این پشمیه ماهی با برنج وسط کوه تو چه خب ساعت 6 صبح ما 9 شب اینا 10 شب خوابیدیم قرار شد طلوع پاشیم اون موزه یخ زده قرار بود پاشیم طلوع رو ببینیم منم گفتم صبحونه قرار موز بخوریم گفتم صبح میام با یه موز بیدارتون ضرار که بیداری برم بچه ها رو کلیه رو به روان چی؟ آره اینم که اصلا یخ زده اصلا نمیشه خورد اون یکی ها رو بذارم چورو بخاری آب شد بخوریم نکنیم در این حد خب بریم جای اون بر بچه ها دیگه داره روشن میشه سارا ماما خوابی عزیزم سرده گود مورنینگ خیلی داره خوش میگذره بچه تازه کی بود این اونقدره؟ من خیلی شراست خیلی نمیتونی ولی نه این ترکیب رو حتما امتحان کنید نون قندی با پنیر خامی
دختر بودن این شکلیه. قشنگ معلومه. یه بار دیگه بزن زهرا. نه آها. پیکسی بیا یک عکس. آها یک عکس از من بگیر بعدش. باش. بعد از این همه کار. آره مثلا آره چی بیا فلان. آره آفرین. داریم. هلو بیا بابا بیا دیگه خدایا. خب چی شد بگو. خب بگیم چیکار کنیم. گایز ما اومدیم اکبر جوجه. ستایش قرآن سبزیز میکنه. عالیه. زهرا با قلقاتو. من سورام اکبر جوجه. بچه ها گفتن بیاییم یکم رشت رو بگردیم. اومدیم میدون شهرداری. حالا بریم ببینیم چه خبره. سارا خوابید تو ماشین ما اومدیم. خیلی کبزشون بیریخته. ماگار چقدر خوشگله. چرا اینجوری صحبت میکنی زهرا؟ ما اومدیم رش ما رشی شدیم دیگه رفت دیگه بفرمایید رش حاضرش چیه با آن چیز محلیه دست رو میکروفونم نه اون خوشگل تره که بریم تست کنیم برای این نظره خوشمزه هست؟ منم بگیم جالبه مثل صبحونه است چجوری بود؟ چرا گرمه داخل سوراخ شده این فقط اونی که با پامکینه کدو تنبل آفرین دیگه چی دنه داره همه رو میخورا خوشمزه؟ منم میخوام مزه پنکیک میدم خود درگیری یه پیکنیک روشن کنیم روز آخر صبحونه آماده کردیم خب نه این هم بزنیم با پیخوابه بخدا چقدر زیاده نره خیلی زیاد شد حالا دادی همقدر نیست همیشه
دستم از چیز آوردم دهات مرغ چیدم تخم مرغ چیدم. به 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 آبزوس زهرا ولاکتو یخ زده تو یکی دیگه تو بابا میخوای بگیرم؟ آره یکی دیگه نه گایز توی 5 ثانیه یه دستمال کاغذی سوخت. موهای سارا سوخت. بعد موهای سارا سوخت. یعنی قشنگ یه شوک به اون وارد شد دیگه. بابا اینقدر نمک نزن. حال میده نمک بچه شما نمیدونید نمک یعنی چی. من نمکی نیستم زیاد. من نمکیم. چه بکنم خوش شد. خوبه دیگه. خاموشش کن. نون برنجی رشتی. آره؟ میکاپ شما فرق کنه. اون دوستتم. بودو بابا دخترم میگه چه کار سارا موامو باف. خوبه سارا مو تو من میگیرم. موهای ندا رو بافتم. چه خوشگله بابا گدا صدای اینا رو نگاه کن. خب موهاش تموم شد. خوشگل شد. خواهیتم ببینیم. مرتب شدی. خب وقت رفتنه. وسایل رو آوردم تو ماشین. سبدم دیروز خریدم خیلی نازه. خوراکی ها رو ریختم توش. این چوبرم پیدا کردم میخوام ببرم. نو شهرش باید. قیافه من قشنگ خوابالی پخ کرده. خیلی خوش گذشت واقعا هم سفرهای خوبی داشتیم. هممون بهمون خوش گذشت. بریم خیلی دلم گرفته یه ها. چرا؟ دوستشم بمونم. خیلی خوب بود واقعا. خوش گذشت. زهرا میگه وسایلمون رو بذاریم اینجا. ببینیم دور بزنیم. پیاده؟ میتونیم بریم. بچه ها زیبایی اینجا واقعا تو عکس معلوم نیست. اصلا معلوم نیست. اصلا این رنگی نیستش. آره یکم دستم اومد رنگش تغییر کرد. منی که تلاش میکنم ببینی. میبینی دستم میارم یکم رنگش شبیه میشه. یه دقیقه اونجا وایسا. اکثر لباسم من مکیه رو ترشی سیر 7 ساله اینجا انگار مثلا شرابه ولی سیر ترشیه. فکر کنم خیلی مقوی باشه. اومدیم کلوچه بگیریم. ببینیم تو بامزد همونش کلوچه. من فعلا اینا رو برداشتم. زهرا داره با زبون چای میریزه. اومدیم کلوچه خریدیم. این دو نفریه. چای میتونیم چای بخوریم. بله میشه چای. اوکی
بچه ما برگشتیم خسته کوفته. ببینه سارا با این خستگی باز واسمون چی درست ماکارونی خیلی خوشمزه شبیه رنگین کمون ایناست. اینم ببینیم بازی رو. من فکر کنم یکم سرما خوردم. امیدوارم هم یه روز باشه. امیدوارم از ولاگ لذت برده باشین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. کامنت بزنین بازم ویدیو بگیرم. دیگه تا اونجایی که تونستم سعی کردم گرفتم دیگه.